چجوری میشه توی 1 سال به نتیجه برسه توی کنکور. دکمه سابسکرایب رو بزنید که بریم سراغ این. سلام بچه‌ها، چطورید؟ من رهام، به چنل من خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که تجربه کنکوری ما با شما به اشتراک بذارم و خب امیدوارم که بتونه به دردتون بخوره. دکمه سابسکرایب رو بزنید که بریم سراغ این ویدیو. خب من اینا رو بچه‌ها نوشتم واسهتون که بهتون بگم و یه چیزا رو فراموش نکنم و خب بذارید من اصلا کنکور خودم شروع میکنم و کم کم حالا نکته ها و جایی که من اشتباه رفتم و شما اشتباه نکنید و بهتون میگم. من از تابستون 12 شروع کردم به خوندن، یعنی اینطوری نبود که 10 و 11 کلا نخونم، خونده بودم با استاد مثلا توی جای جلو اومده بودم و اینا، ولی خب استارت جدیش از همون سال 12 زده بودم و از تابستون از فکر کنم همون تیر بود دیگه، از تیر شروع کردم به طور جدی و من کمپ میرفتم و اینو اول بهش اضافه کنم که من تیزوشانی نبودم و حالا جلوتر بهتون میگم که کلا تیزوشانی بودن اصلا مزیتی داره یا نه. و من سال آخر مدرسه‌مو عوض کردم و رفتم غیر انتفاعی که در واقع بهم کمتر سخت بگیرم واسه مدرسه نرفتن و اینا و حالا جلوتر بهتون میگم که اصلا مدرسه‌ام رفتم یا نه. من چون مدرسه‌مو عوض کردم و غیر انتفاعی رفتم، اونجا خودش کمپ و اینا داشت و قرار شد که من فکر کنم 3 روز در هفته کل مدرسه بود و من کلا قرار شد که اون در واقع درسایی که به دردم میخوره رو برم و اونایی که به دردم نمیخوره رو نرم و دیگه همونجا کمپ رفتم و اینطوری بود که مثلا چون اینطوری نبود که مثلا همه درسایی که به درد من میخوره توی یه روز باشن و دیگه من گفتم که میرم کمپ که مثلا اگه مثلا ساعت 10 مثلا فلان کلاس باشه و به دردم میخوره 10 بیام پایین، ولی خب زنگ بعدشون کلاس به دردم نخوره برم کمپ و اینطور شد که من رفتم کمپ و اگه بخوام بگم خوب بود یا نبود اصلا بهتون توصیهش میکنم یا نه، برای تابستون به نظرم بازه خوبی بود چون هم کمپ خودش خلوت بود و مثلا اینطوری بود که کمپ ما 100 تا ظرفیت داشت، ولی خب از این 100 تا کلا 20 نفر هم نبودیم تو کمپ و باعث شده بود کمپ خیلی محیط خلوت و خوبی داشته باشه. ولی مثلا من کلا تا مهر بیشتر توی کمپ نموندم چون از مهر به بعد کلا کمپ‌ها یه دفعه خیلی شلوغ میشن و کلا حالا مخصوصا اگه کمپ‌هایی باشن که به صورت یه سالن باشن، مثلا کمپ ما فقط یه سالن بود، یه سالن 100 نفره و موقعی که مثلا فکر کنم وسطای مهر بود ما 100 تا دیگه فکر کنم آره دیگه 100 تا کامل تکمیل شده بود و خیلی کلا جو به هم ریخته بود و اینطور نبود که مثلا فقط مدرسه ما باشه، کلا از همه جا می اومدن و جوش کلا به هم ریخته بود. اون جویی که قبلا داشت دیگه نداشت و دیگه به درد من نمیخورد. ولی خب اگه بخوام بگم از خوبیای کمپ این بود که تایماتون خیلی درست میشه. مثلا اینطوریه که شما 8 که برید مثلا 8 و نیم، مثلا کمپ ما اینطوری بود 8 و نیم دیگه رستش بود و دیگه رو ساعت تایم رست بود و بازم بعدش 1 ساعت و نیم داشتیم، مگر که حالا تایم نهار و شام بود که مثلا اگه خورده حالا تایم بیشتر و کمتر میشد و خب این خیلی خوب بود، باعث میشد که رستام بیش از اندازه نشه. چون مثلا شما موقعی که تو خونه اید دقیقا مثلا 8 تا چه میدونم 10 مثلا شما تایم درسیتونه، ولی خب بعدش حالا 20 دقیقه قرار استراحت کنید، ولی این 20 دقیقه کمی کم مثلا شما بخواید بیرون بمونید میشه 30 دقیقه و خب همین 10 دقیقه بین پارتاتون زیاد میشه و کلا تایم درسیتون رو به هم میریزه. ولی خب یه خوبی که کمپاس هم داشت این بود که این تایما رو درست کرده بود و من بعد از اینکه اومدم خونم بازم این تایمام درست شده بود و خیلی به هم ریخته نبود. حالا جلوتر بهتون میگم که باید چیکار کنید که اگر خونه هستید این تایمای به هم ریختگیتون رو بتونید درست کنید. و آره دیگه من از مهر به بعد دیگه کمپ نرفتم و اومدم خونه و از مدرسه هم بخوام بگم چه کلاسش رو شرکت کردم، من فکر کنم تو تخصص یا زیست رو میرفتم، استادمون خوب بود، زیست بود و فکر کنم ریاضی، آره ریاضی هم رفتم چون مثلا استادی که بیرون باشون میرفتم کنن تستی کار میکردن و خب واسه تشریح خیلی کم وقت میذاشتن دیگه، گفتم که حداقل مدرسه رو شرکت کنم که بتونه تشریحیامو پوشش بده.
این دوتا رو واسه تخصصی رفتم، بعد واسه عمومیام سر کلاس دینی و عربی میرفتم، اوایل سر کلاس فارسی هم رفتم، ولی بعد از این مدت دیگه نرفتم. و اینم بگم که عمومیامون از مهر شروع شد، ولی به جز فارسی که از تابستون هم بودش و کلا مدرسه اینطوری بود که هفته‌ای 3 روز بود و آنچنان وقتی رو نمیگرفت، هم توی در واقع مهر به بعد 3 روز بود، هم توی تابستون. ولی خب میگم که من چون فقط بعضی از کلاس‌ها رو میرفتم خیلی تایم کمی از من میگرفت و شما هم کلا اگه میتونید اون درسایی رو برید که به دردتون میخوره. البته خیلی گیر میدم مدرسه‌های دولتی و اینا میدونم، ولی خب حالا اگه میتونید صحبت کنید و اینا که واقعا درسایی که به دردتون نمیخوره رو نرید، یا اگه میتونید سر اون کلاس‌ها خودتون یه کار دیگه انجام بدید. و بازم اینم میدونم که موقعی که میخواید سر کلاس‌ها خودتون مثلا درس بخونید، هم یه جویه که حالا اگه واقعا بچهای کلاستون خیلی درسون نباشن، جوی خورده واسهتون سنگینه، هم اگه معلم خیلی گیر باشه، ولی خب تو جایی که میتونین از این تایم‌ها هم استفاده کنید. حالا اینو بگم که چطوری حالا اگه اومدید خونه چطور تایماتون رو مدیریت کنید. من خودم از آبان که دیگه اومدم خونه، اولش یه خورده تایمم به هم ریخته بود و میگم که همین تایمای رستم بیش از اندازه میشد و واقعا این واقعا چیزی بود که خیلی اعصابم خورد میکرد، چون کلا خیلی کمالگرام و خب اکثرا هم توی کنکور کمالگرام مثلا یه تایمم که به هم میریخت دیگه تو تایم بعدی کلا اعصابم به هم میریخت. و من که کاری کردم اومدم تایما رو نوشتم و دادم به مامانم که مثلا اگه مثلا میگم الان مثلا 9 شده، من 9 تا 9:20 دقیقه دیگه تایم استراحتمه و دیگه الان از 9:20 دقیقه به بعد من دیگه باید برم توی اتاقم و شروع کنم به درس خوندن. دیگه به مامانم اینو میگفتم که دیگه به من میگن که دیگه بساط تو الان دیگه باید بری. ولی خب اینطوری بودم که بازم اذیت میشدم، با اینکه مثلا خودم بهشون گفته بودم که مثلا باید بهم بگن، ولی یه جوری انگار گارد برمی داشتم. بعد دیگه اومدم به خودم گفتم که بیام تایم بذارم و هر موقعی که مثلا تایمم تموم شده زنگ بخوره که دیگه من اوکی باید برم. و بچه‌ها یه کار دیگه که خیلی کمکتون میکنه، تایماتون رو کم بر ندارید. مثلا 1 ساعت و نیم نخونید که برید و مثلا بیاید به جاش 2 ساعت رو بخونید و بعد برید تایم رستتون رو داشته باشید. و برای اینکه مثلا تو کل تایمتون خسته نشید، هر 30 دقیقه که میخونید 5 دقیقه رو استراحت کنید که اینجوری بهتون فشارم نیاد. ولی خب تو میتونید مثلا بیشتر تو اتاقتون بمونید که نخواد برید بیرون و خیلی تایم اضافه رو تلف کنید. و حالا جلوتر بهتون میگم که من نزدیکای کنکورم که شده بود چی کار میکردم، چون خب نزدیکای کنکور کلا از لحاظ بار روانیم کلا به هم میریزید و حالا خیلی میگم من مثلا میگم 8 تا 10 رو کلا زیست میخونم، بعد مثلا نمیدونم 1 ساعت و نیم هم ادامهش رو زیست میخونم، ولی مثلا بعدش میرم سراغ شیمی. من کلا واسه خودم یه همچین چیزایی نذاشته بودم و آره مثلا هر چیزی که اون روز مثلا دوست داشتم میخوندم، مثلا مودم بیشتر بهش میخورد. ولی در کل مثلا خیلی ها میگن چون اول آزمون شما دارید با زیست شروع میکنید، خیلی خوبه میشه که روزتون رو اول با زیست شروع کنید. و حالا اگه شما میبینید که اوکیید با اینطور درس خوندن، مثلا اولش رو با زیست شروع کنید، مثلا بعدش رو با شیمی شروع کنید و این ترتیب آزمون رو داشته باشه، حتما میتونید ازش استفاده کنید. ولی یه چیزی که خیلی خوبه تو پارتاتون رعایت کنید اینه که مثلا اولش با یه درسی شروع کنید که هم دوستش دارید، هم اونطوری سخت نیست، چون اول مطالعه خیلی سخته آدم بیاد پشت میز بشینه شروع کنه درس خوندن و اینا. و اگه که مثلا با درسی که دوست داری شروع کنید خیلی بهتون در واقع انگیزه میده واسه ادامه روز. و پارت بعد از این بذارید واسه درسی که سخته و چون اون تایم هم بیشترین بازدهی رو دارید در طول روزتون، هم دیگه قبلش درسی رو داشتید که دوستش داشتید خوندیدش و الان نوبت اون درسیه که سخت و یه خورده ازش بدتون. بچه‌ها تو سال کنکورتون کلا سعی کنید خیلی حاشیه دورتون رو کم کنید، چون آخرش به ضرر خودتون میشه دیگه. شما اینو تقریبا از همه میشنوید که بهتون بگن، ولی واقعا به نظرم چیز خیلی درستی هم هست. و سعی کنید بیشتر چراغ خاموش جلو برید و سعی کنید ارتباطاتتون رو خیلی کمتر کنید. حالا نمیگم کلا از همه و همه چی دور بشین و فقط خودتون تنها باشید، نه اینطوری، بیشتر خودتون از کنکور زده میشید. ولی سعی کنید خیلی آدم هم اطرافتون نباشه، چون هم زیاد وقت ازت میگیرن و هم اینکه حالا به هر حال بحث میشه، حالا بحث غیر کنکوری که خیلی بدتر و بحث
در مورد کنکورم و بازم اینم به همتون میریزه که مثلا تو آزمونت چند شد، اینطوری شد، اونطوری شد. اینم بازم بده و سعی کنین ازش دور بشید. و مثلا بعضیا میگن که آره دیگه به خاطر که دنبال هاشو اینا نباشه گوشیو کلا بذارید کنار، ولی من کلا با این مخالفم. مثلا خودم اینطوری بودم که بدم میومد که گوشیمو بذارم کنار، ولی خودم میتونستم خودم مدیریت کنم که مثلا کی از گوشیم استفاده کنم، که حالا از مثلا اینستاش و یوتیوبش و اینا استفاده کنم. و کلا اینطوری نبودم که حالا حتما مثلا با زور بالا سرم باشه که مثلا گوشی‌ها بذارم کنار. و یه کار خوبی که کلا میتونید انجام بدید، حالا اگه میخواید مثلا گوشی رو داشته باشید، اینه که مثلا واسه هر تایمی که میخواید کار انجام بدید با گوشیتون یه تایم مشخصی رو بذارید. مثلا بگید که من از 5:30 مثلا تا 6 میخوام مثلا این تایم استراحت رو مثلا آهنگ گوش بدم و همین تایم رو مثلا مختص بدید به آهنگ گوش دادنتون، چون اینطوری هم باعث میشه کل روزتون درگیر این نباشه که آره من مثلا این آهنگ رو خیلی دوست داشتم الان نمیتونم گوشش بدم که گوشش بدم اون ذهنتون درگیر نیست. ذهنتون دیگه میدونه هر روز 5:30 تا 6 شما قراره آهنگ گوش بدید و آهنگ مورد علاقتون رو گوش بدید و خب این خیلی به دردتون میخوره. یا مثلا اینطوری باشه که مثلا من خودم شب گوشی رو چک میکردم و حالا بعضی از تایم هم وسط روز گوشیمو چک میکردم، ولی خب خیلی کم پیش میومد و خیلی تایم کمی ازم میگرفت، ولی اکثرا شبا بود که گوشیمو خیلی خوب چک میکردم. و اینکه من کلا اینستا هم نداشتم، چون واقعا همون تو اکسپلور یه 2-3 ساعتی دیگه واقعا توشی و خیلی آدمو درگیر خودش میکنه. من فقط یوتیوب رو داشتم و تلگرام و اینا رو، و مثلا هر روز نیم ساعت 45 دقیقه توی یوتیوب میگشتم و خب یوتیوب خوبیش اینه که هم خیلی درگیرش نمیشه، هم یه خورده چیزاش مفیدتر از بقیه رسانه‌ست. مثلا خیلی بهتر از اینستاست. اینستا دیگه از یه حدی به بعد کلا چرت و پرت میاره بالا، ولی خب یوتیوب اینطوری نیست و به نظرم اگه میخواید داشته باشید مثلا میتونید از یوتیوب استفاده کنید. اگه بخوام مثلا بگم که من کلا صبح زود بیدار میشدم یا نه، اولا من که کلا خیلی میخوابم، یعنی خوابم از 8 ساعت به بالا بود، ولی خب دیگه آخریا کمترش کردم و همون 7 ساعت و اینا میخوابیدم و کلا بدن من اینطوری نبود که مثلا 6 ساعت اونا بخوابه. مثلا یه سری‌ها هستن کلا بدنشون به 6 ساعت هم عادت داره و موقعی که 6 ساعت میخوابن کلا اون انرژی رو یه انرژی توپ یا واسه کل روزشون دارن، ولی من کلا اینطوری نبودم. مثلا 6 ساعت که میخوابیدم واقعا تو کل روز داشتم میمردم و ترجیح میدادم که کلا 8 ساعت بخوابم ولی بقیه تایم مطالعه‌ام با کیفیت تر باشه. و اینم بگم که من صبح بلند شدم واقعا واسم خیلی سخت بود و به زور صبح بلند میشدم و اوایل که کلا دیر بلند میشدم، مثلا 9 اینا بلند میشدم و خب هی سعی میکردم کمترش کنم. اینطور مثلا بهم پیشنهاد داده بودن که مثلا هفته اول نیم ساعت خوابتو کم کن، بعدش مثلا هفته بعدی ربع ساعتشو کم کن، همین اینطوری رفته کم کن تا بتونی صبح زودتر بیدار شی، یا مثلا نمیدونم از اعضای خانواده‌ات کمک بگیر و اینا. و من یه اپلیکیشن خوبیه که مثلا نصب کردم که خیلی بهم کمک کرد، یکیش آلارملی بود که حالا اگه شد عکسش واسهتون میذارم، که این بچه‌ها یه خوبی که داره اینه که کلا چند تا مثلا آیتم مختلف داره که بتونی مثلا انتخابش کنی که صبح مثلا چطوری بلنشی. مثلا یکیش این بود که یه عکسی رو که می‌خواستی و می‌ذاشتی و فردا صبحش موقعی که گوشیت زنگ میزد تو باید اون عکس رو میگرفتی و تو موقعی که این عکس رو نمیگرفتی این در واقع خاموش نمیشد. و مثلا من رفته بودم عکس آینه دستشویمون رو گذاشته بودم که دیگه من از اون طرف که میرم عکس رو بگیرم دیگه یه آب بزنم دست صورتم که دیگه خواب از سرم در واقع بپره. بعد واسه درس ها میگن که مثلا 4 تا درستون رو، حالا 4 تا درس اختصاصیتون رو کلا توی روز جا بدید، که به نظرم واقعا این خیلی خوبه، چون شما تو آزمون هی باید از این درس برید اون درس و هی مغزتون باید سویچ کنه بین درس‌های مختلف و واقعا بهترین چیزش اینه که شما 4 درس رو توی روز بذارید. ولی من چون کلا کمانگرا بودم اصلا دوست نداشتم که مثلا 4 تا درس رو بذارم. من اوایلش مثلا سال 11 اینطوری بودم که توی روز فقط یه درس میخونم، مثلا امروز فقط مختص ریاضی بود یا فردا فقط شیمی میخوندم. ولی خب این خیلی بد بود و خیلی داشت بهم آسیب میزد، چون مثلا یه درس مثل زیست شما باید هر روز بخونیدش و
ترجیحاً زیست و شیمی شما باید هر روز با هم بخونید و در کنارش حالا مثلا یه روز ریاضی بذارید، یه روز فیزیک. برای همین من مثلا کم کم کردمش روزی 2 تا درس، مثلا هر روز زیست رو میخونم و حالا روزهای مختلفش یه روز شیمی میذاشتم، یه روز ریاضی میذاشتم. و ولی خب موقعی که دیگه اومدم سال 12 دیگه کردمش 3 تا درس. من با 4 تا درسم امتحان کردم، ولی خب برای من جواب نمیداد. واقعا خیلی برام سخت بود که بخوام یه درس رو نصف نیمه ول کنم و برم سراغ بعدیش. برای همین من دیگه حالا تا 3 تا درس رو میخونم، با اینکه واقعا همین 3 تا درسم واسم خیلی سخت بود. و اینطوری بود که من زیست و شیمی رو هر روز داشتم، حالا یه روز ریاضی میذاشتم، روز بعدش فیزیک میذاشتم. و اینکه من فارسی و از تابستون شروع کردم، ولی بقیه عمومی رو از مهر دیگه استارتش رو زدم با مدرسه. بچه‌ها بریم سراغ روتینایی که دیگه واسه خودتون هر شب میذارید. خب شما طبیعتا واسه هر چیزی که ضعف دارید باید روی روتینی تعیین کنید. مثلا اکثرا توی در واقع سوالات شیمی ضعف دارن دیگه روی حل مسائلش. بعد باید واسه خودتون برای حل مسائل یه روتین تعیین کنید که اکثرا بهش میگن نون شب، چون اینا رو دیگه همه روتین رو جوری در نظر میگیرن که باید شب انجامش بدین قبل از خواب. مثلا میگم برای مسائل شیمی باید مثلا 10 تا تست بزنید که واقعا بچا خیلی تاثیر داره، واقعا سرعتشون میره بالا. مثلا بعد از این مدت که میگذره، حالا هفته اول و دوم نه، ولی بعد از 1 ماه واقعا خودتون تاثیرشون میبینید. ولی خب یه نکته مهم که بخوام بهتون بگم، مثلا من خودم اینطوری بودم، شب که میشد و حالا قرار بود مثلا 10 تا تست رو بزنم، من انقدر خسته بودم و خوابم میومد که دیگه واقعا نمیتونستم و میگفتم ولش کن، اشکال نداره، امشب نمیزنی، میذارمش واسه فردا. بعد فردا میشد به جای 10 تا تست باید 20 تا میزدم دیگه، 10 تا مال دیروز بود. بعد میگفتم که وای خدایا 20 تا تست من نمیتونم، ولش کن میذارم فردا شب که مثلا وقتم آزادتره. بعد فردا شب میشد 30 تا تست و همینطوری میشد که اصلا من دیگه ولش میکردم روتین رو. و یه کار خیلی خوبی که میتونید بکنید اینه که این روتیناتون رو اول صبح انجام بدید. یعنی اول صبح که بلند میشید، اولین کاری که میکنید 10 تا مسائلی رو که مثلا قراره بزنید رو بزنید و پروندهشو ببندید بذارید کنار و بعدش برید سراغ برنامه‌تون. و این خیلی خوبه چون باعث میشه که در واقع روتینتون حفظ بشه و کلا روتینتون انجام بدید و دیگه هی نگید که خستم یا نمیتونم الان دیگه میذارمش واسه فردا و اینا، و باعث میشه کلا انجامش بدین. یکی از چیزایی که روتین باید بذارید همین مسائله که من گذاشتم. یکی دیگه هم آخرای در واقع نزدیک به کنکورم که بود، من حفظیات شیمی رو گذاشتم که حالا که دو برو داشته باشم. در واقع این حفظیات شیمی بود که من 3-4 ماه آخر میخوندمشون، کلا توی روتینم بود. در واقع این حفظیات شیمی میکرو طلایی گاجه که به نظرم خیلی خوبه و خیلی کمک میکنه و کل نکات مهم 3 سال رو توش هست. و به نظرم که بیام این که حالا اگه مدرسه تیزشان نیستیم و اینا چطوری و اینا، همینجا بهتون بگم و پرونده این ویدیو ببندیم. من خودم سال مثلا 10 اینطوری بودم، حالا 10-11 اینطوری بودم که میگفتم که نه چون من تیزوشانی نیستم کلا من نباید قبول بشم و اینا، چون این همه تیزوشانی هستن اینا خیلی بهتر از من و اینا، پس طبیعتا چرا من قبول شم و اینا. ولی بعد که به خودم اومدم دیدم مثلا این همچین چیزی نیست، هر کس بخواد تلاش کنه تو کنکور میتونه قبول شه. و حالا واقعا اینکه حالا کنکور سخت و خیلی چیزای در واقع ناعادلانه داره به کنار، ولی خب اگر ما بخوایم خیلی بودن از مدارس دولتی قبول شدن، پس ما هم میتونیم قبول شیم. و به خودم من دیدم که حالا خیلی از دوستان من چون تیزوشان بودن مثلا بهم میگفتن که اینطوری نیست که فکر میکنید ما خیلی اوضاعمون خوبه. شما استادا رو که میگید مثلا استادا خوبه دارید، خب شما بیرون کلاس میگیرید اون استادا رو تامین میکنید، یا مثلا میگید که جو خیلی خوبه و اینا، با اینکه مثلا جو خیلی وقتا داره اثر منفی رو ما میذاره. مثلا انقدر رقابت بالایی که اصلا ما خودمون از دایره در واقع رقابت خارج میشیم، چون اصلا انقدر بار سنگینی رو میذاره که در واقع رقابت منفی داره حساب میشه. و یه موضوع دیگه اینه که در واقع تو کنکور ما رقابت اونطوری نداریم، تو رقابتت هر روز باید به خودت باشه. این که مثلا دیروز مثلا انقدر تست میذاری ولی امروز مثلا 10 تا تست بیشتر میتونی بزنی، یا دیروز ساعت مطالعات انقدر بوده ولی الان انقدر، یا اون هفته مثلا آزمون تو انقدر زدی ولی خب الان داری انقدر میزنی. و کنکور رقابتی تو هست با خودت. پس اون رقابتی هم که میگن در واقع از بحثشون خارجه.
و خب انقدر خودتو درگیر این نکن که من تیزوشونی نیستم و قبول نمیشم و اینطوری و اونطوری. سعی کن خودت با مسیر خودت جلو بری و ایشالا اون چیزی رو که میخوای بهش برسی.